رضا هستم. خیلی خوش اومدی به کانال کاردان فارسی، کانالی که متعلق به شماست. من امروز قصد دارم اسنپ بگیرم و از راننده اسنپ چند تا سوال بپرسم، ببینم شغل رانندگی چجور شغلیه. پس ما تا انتهای ویدیو همراه باشین و نظرات خودتون رو داخل کامنت ها اعلام کنید. حتما بگید شغل بعدی در مورد چه شغلی باشه. خیلی ممنون که کانال ما رو دنبال میکنید. اومدیم خدمت آقا پرویز گل، ازش خواستیم که وقتش در اختیار ما بذاره و چند تا سوال ازش بپرسیم. هرچی هم اصرار کردیم که بذاریم ما صورت شما رو ضبط کنیم، گفتن که نه من دوست ندارم، پس ما صورتشون رو نمیگیریم. خب آقا پرویز، تحصیلات شما چیه؟ با سلام خدمت شما. من لیسانس حسابداری دارم. چی شد که با لیسانس حسابداری رانندگی رو انتخاب کردی؟ من حقیقتا رانندگی رو انتخاب نکردم، رانندگی من رو انتخاب کرده دیگه. به دلیل مشکلات مالی و شرایطی پیش اومده که فعلا راننده اسنپیم و در خدمت دوستان. پس سرنوشته. آره دیگه. در روز از کجا به کجا شما مسافر میزنید؟ بستگی به اون تایم و اون مسیری که مثلا میبینی، یه تایمی کار داری، یه مسیری باید بری، مجبوری یه مسافر میزنی برای اون مسیر. بعد دیگه به قول رو گفتنی انتظار مسافر رو میکشی که ببینید کجاها بهتر یا چه مسیرهایی بهتره که کمتر ترافیک داره و میری دیگه اون کجا پولش بیشتره؟ کدوم محدوده پولش بیشتره، کرایه‌اش خوبه؟ معمولا سمت حرم چون شلوغ‌تره، یا احمد آباد بعد از ظهر که خیلی شلوغه، هزینه های سفر میره بالا. ولی خب از این ور راننده ها معمولا دوست ندارن اونجا رو برن چون خیلی ترافیک داره. به نظر خودت اسنپ خوبه یا تاکسی تلفنی قدیم؟ تو این تایمی که ما الان هستیم به هر حال همه چون با گوشی های هوشمند کار میکنن و یه شرایطی جوری شده که فقط باید با اسنپ کار کنی. اسنپ حالا یا تاکسی یا هرچی، یعنی مشتری نمیخوره؟ آره دیگه. تاکسی تلفنی ها که به نظرم 90% جمع شدن دیگه، تاکسی تلفنی وجود نداره که بخوای حالا 10% یا اگه مونده باشن به قول شما یه جاهای خاصیه که مشتری نیست معمولا. چند ساعت در روز وقت تو میذاری برای این شغل؟ تقریبا میشه گفت در روز میانگین باید 7-8 ساعت وقت بذاری کم کم که حداقل بتونی یه درآمدی داشته باشی. کرایه‌اش منصفانه؟ متاسفانه به هیچ وجه، نه مسافر راضیه نه راننده ها. کدوم پلتفرم بهتره، تاکسی یا اسنپ؟ شما معمولا فکر کنم با جفتش کار بکنید. معمولا آره، حالا بستگی به اون تایم داره یا یه طرحهای تشویقی میاد، بستگی به اون طرحها داره. من حالا بیشتر با اسنپ کار میکنم ولی جفتش یکیه به نظر من. الان که من اومدم خدمت شما یک کد تخفیف استفاده کردم، این اسنپ اون کد تخفیف از شما کسب میکنه یا نه خود شرکت به شما اون پول میده؟ آره دیگه، شما همون تخفیفو که زدین، کد تخفیفو زدین، هزینهش وارد همون به قول یارو گفتنی اعتبارمون میشه و حساب میشه برامون دیگه. یک راننده چه کارهایی بکنه اسنپ حسابش رو میبنده؟ میدونی؟ میتونی برام مثال بزنی؟ ببینید یک کارهایی هست که به قول یارو گفتنی دستورالعملی گذاشته اسنپ یا تپسی که نباید انجام بدی یا حداقل کمتر. به عنوان مثال میتونی بزنی برام؟ آره، انگار لغو سفر رو خیلی کم، که در روز 2 تا یا 3 تا، یعنی اگر بیشتر از این بشه 24 ساعت یه هفته مسدود میشی. بعد اگه خیلی ادامه بدی بیشتر، یا دیگه بستگی به اون رفتار با مسافر داره. مسافر بعد پیاده شدن میتونه امتیاز بده، امتیاز هرچی پایین تر یا مسافرهای ناراضی تر بیشتر باشن از راننده،
معمولا تو اینجور مواقع فرصت میده بیشتر باشه دیگه، حسابت مسدود میشه. معمولا مزایای اسنپ یا تپسی نسبت به تاکسی تلفنی قدیم چیه؟ اسنپ چون مقصد و مبدأ و میدونی کجاست، اون تاکسی تلفنی نمیتونستی بگی؟ دقیق نمیدونست، یه مسیری رو بهت میگفتن یا دقیق در نمی اومد، مبلغش یه جورایی بالا پایین میشد، ولی اینو میدونی بود مبلغش. دقیقا. حالا میشه گفت اونجوری بود دیگه. این باز همون مبدأ و مقصد و دقیق داری و اینکه حالا تو خود نرم افزار اسنپ یه مزایایی برای راننده ها گذاشته که نمیدونم به قول یارو گفتنی تعویض روغن یا لاستیک یا اینجور چیزا رو داره اسنپ. اگر هزینه‌های نهار، شام، عصرانه یا هر چیز دیگر را در روز کم کنی چقدر برای شما داره؟ یک کسی که از ساعت 8 صبح تا 2، 4 تا 12 شب به کوه رانندگی کنه و در شهر چرخ بزنه و مسافر بزنه چقدر براش داره؟ ماشینش هم مثل شما ماشین معمولی پراید. ببینید این تایمی که شما گفتی، حالا من به شخصه که به هیچ وجه نمیتونم کار کنم تو این تایم ها، یعنی هیچ کس نمیتونه، ولی خب در میانگین 8 ساعت تا 10 ساعت بخوای کار کنی با اسنپ، باز بستگی به اون سفرهایی که قبول میکنی داره، بستگی به اون جاهایی که قبول میکنی داره. چون به عنوان مثال یه مسیری رو بری، یه سفر 100,000 تومانی رو قبول کنی، 1.5 ساعت بخوری به ترافیک، میانگین درآمدتو میاره پایین. بستگی به اون تایما و اون سفرهایی که قبول میکنی هم داره، ولی میانگینی که این تایمی که شما گفتین، حالا من میگم 8 تا 10 ساعت، 1.300 1.200 تا 1.500 رو داره میانگین. این روزانه شما اگه به کوه 8 ساعت کار کنی 1.500 برای شما داره صافی. بله. تا حالا شده مسافر بزنی احساس خطر کنی، به ترسی؟ حالا خیلی کم پیش اومده، چون یه جورایی اعتمادی هست دیگه، هم مسافر به راننده، چون توی اسنپ به هر حال مشخصاتی وارد میشه، هم راننده به مسافر. ولی بعضی مواقع یه ترس بیجایی میاد سراغ آدم، یه تایمی که مثلا 12 شب 1 شب به بعد یه مسیرهای خلوت و بیرون از شهری رفتم، یکی دو باری پیش اومده که استرسی گرفتم و ولی بیمورد بوده. تایمای در روز مسافر بیشتره، صبح، ظهر، شب؟ معمولا ساعتهای 7 تا 9 صبح و 4 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر خیلی شلوغه از لحاظ مسافر. اسنپ بین راننده‌هاش فرق میذاره یا نه؟ کسی که بیشتر فعاله یا کسی که آره، در روز کمتر مسافر میزنه؟ 100% یه امتیازایی داره که کسی که در روز مثلا چند تا مسافر جابجا میکنه و کسی که تایم کاریشو کلا با اسنپ کار میکنه قطعا یه اختلافی دارن. ولی خب باز بستگی به اون امتیازدهی مسافر هم داره که هرچی امتیاز راننده بالاتر باشه بهتره. یکم در مورد همین طرح‌های تشویقی که میگن اسنپ میذاره برای راننده‌هاش توضیح میدی چجوریه؟ ببینید این طرحهایی که میذاره به نظر من فقط برای تشویق راننده است، به دردی هم نمیخوره، چون نمیتونن معمولا، حالا راننده ها بهتر متوجه میشن، نمیتونید به سرانجام برسونی این طرحها رو. یه طرحهاییه که نمیتونی بهش یا به اون مبلغی که گذاشته دست پیدا کنی. هدف ما از ضبط این ویدیو اینه که طرف بخواد شغل انتخاب کنه. اگه میتونی یکم بیشتر بازش کنی، مثلا یک طرحی که میذاره چجوریه، چقدر برای اون راننده سود داره. ببینید به عنوان مثال یه طرحی میذاره که 30 تا سفر یا 20 تا سفر تعیین میکنه توی تایم خاصی، مثلا 8 صبح تا 12 صبح.
که خودت هم بکشی نمیتونی 20 تا سفر بری با این ترافیک مشهد. پاداش این طرح هم مثلا در نظر میگیره 150,000 تومان. وقتی حساب میکنی نه میتونی طرحو بری، یه طرح فضاییه اینجوری عامیانه بهتون بگم 150,000 تومان که پول یک سفره که پول 2 تا سفره. تقریبا. طرحها رو میگم دیگه از لحاظ قیمتی مبلغا پایین تشویقی و تعداد سفر خیلی بالاه. یه طرحیه که نمیتونی، میگم اون کلمه فضایی رو که به کار بردم کاملا نمیشه مثلا این طرح‌ها رو دور بزنی، مثلا میگفتن سفر فیک میتونی بزنی جی پی اس حالا بعضی دستکاری از کنی. دوستان آره میگفتن همچین اتفاقی میفته، ولی خب بازم اون وقت تو باید بذاری برای 150,000 تومان یا 250,000 تومان طرح تشویقی نمیصرفه وقت تو بذاری به جای اون وقت گذاشتن سر سفر فیک یا هر چیزی. 2 تا سفر 4 تا سفر میری جایگزین راحت هزینه‌شو در میاری. حرفی سخنی داری که به کسی بزنی که میخواد این شغل رو انتخاب کنه، این مسیر رو بره، راهنماییش کنی، نصیحتی کنی؟ ببینید اگر به نظر من اگر کسی میتونه سراغ این شغل نیاد بهتره که نیاد. چون چرا؟ دیگه از لحاظ سختیش سخته. شما فکرشو بکن 8 ساعت 10 ساعت رانندگی حتی تو شهر یا تو ترافیک شهر یا هر جایی سخته. بعد درآمدش هم به نظر من کمه. بله هم راننده هم مسافر از دست قیمت‌های یا کرایه‌های اسنپ و تپسی ناراضی هم. نتونسته هیچ کدوم رو راضی نگه داره. یعنی بس کسی نمیتونه اینو به شغل اصلی انتخاب کنه به هیچ وجه. ولی شغل دوم معمولا کسایی که تو اسنپن شغل دومشونه. بله شما خودتون شغل دوم ندارین؟ من فعلا شغل اولمه ولی خب بله متاسفانه انشالله که اوضاع بهتر میشه و دیگه خداحافظی میکنیم با شما. سلامت دست شما درد نکنه که خواهش وقت می‌کنم. گذاشتین برای کانال ما. سپاسگزارم.